ارمنستان اعلام کرده است که دیگر پولی سالانه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را نمی‌دهد. وزارت کارهای خارجه ارمنستان به خبرگزاری روسی سپوتنیک گفته است که از این تصمیمش سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا سپاد را آگاه کرد. این کشور قرار درباره بودجه سپاد در سال 2024 را امضا نکرده گفته است دیگر مبلغ گذاری را ادامه نخواهد داد. سال گذشته نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان اعلان کرد که کشورش از عضویت در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی خارج می شود. اعتراض ارمنستان این است که این سازمان در جنگ در قره‌باغ کوهی وظیفه‌های خود را اجرا نکرد. قره‌باغ کوهی از سال 1990 تا سال 2023 از جانب ارمنی تباران طرفدار ارمنستان اداره می‌شد. جامعه جهانی این منطقه را خاک آذربایجان می‌دانست. سال 2023 آذربایجان با برگزاری یک عملیات نظامی آن را دوباره از خود کرد. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یک سازمان است که پس از پاشخوری اتحاد شوروی از جانب روسیه تأسیس یافت و حالا قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، بلاروس و تاجیکستان شامل آن هستند.